پشتی شهید بونا حفت هولاتین نحیا شیلات زی جلای بالافرین جنگین سوپای ترکیا و کو او هولاتین هاتین شهید کرن به مبستا اینانا درامت خو سردانا دورا ریکان کربو وک نرازی بون لهمبر و چنده هولاتین نحیا شیلات زی خربابونا که نرازی بون لنوا سنتر باجری ریک خستو تیدا نرازی بونا خو لهمبر وان لشکرگیشین سوپای ترکیا بو سر آخا کردستان دان دیار کرن. هر وقت دیار فروکن دولت فاشیست ترک بردوام خلق کردستان تو باراند کن بردوام دیجی خواستن ملت کردن اف چند جی مازنترین بیرزیا برانبر گلی کرد تکرن اما کو کرد هیچ دمکی دستا دانایلین همین وقتا مشورش کردیا برانبر ترکا بود برانبر ایران بود برانبر هر دولت که هبید بلا ترکیه و هفت پیمانه ده باز زانن گلی کرد کشتن خلاص نابید گلی کرد شورش کردیا جدا کو سرفراز بجید هیچ دمکی اف تو باران و اف شهیدش بیرا مناچن بدنگی آلاینین پیوندیدار لهمبر هرشین سوپای ترکیا بردام هولاتین و دوره دبنا قربانی کوب دهان هولاتی لوی دوره شهید و بریندار بوینه لورا دخواز هات کرن ایدی اف روشه بوی شوی نمینید دا کو بس هولاتی ببن قربانی پیام من جه حکومت حریم کردستان نبس دروش من بن بکریار بن روزانه یعنی روزانه هجبلی کل دوره ما تنها تو بار کردن همین که واسه آسمان شلادزه دنگی فروکی جنگی تدن یه جبلی روزانه بعض ما گودی جبری رامت شو و گویج روزانه دنگی فروکاتین ام توپال بیزین ام بین که وقتی دیمانیتون ام ویدیو موبایل صورت کن وقتی درو بریمت کهون و باجر کهون احتمالاً باز سنتر بازی رجیب کبیر چیز بونینه چون کس نینه ایدانوی مجدال یعنی برج بکتن. وان کریار دوباره و یه بزارکر یه دولت فاشیستا ترکیه امواج خلق شلازه دبر شلازه سوریه و دیرالوکه توندی اهانت کن چون که کار دوباره بون و بزارکر و خلجی بترس. زیادتر جه دو سالانه بردوام گندین دور نیرو و ریکان جلای فروکا و طبخانه سوپای ترکیا دهنه بردمان کرن جه بلیکو ضرر مادی سالانه لوی دوره چندین حولاتی شهید و بریندار دبن. دلدار عرب کرساد نیوز لناحیا شیلادزه.